یهودا، نه آن یهودای اسخریوت، به او گفت: خداوندا، این چیز که تو میخوای خود را به ما ظاهر سازی و نه به جهان. عیسی در جواب وی گفت: هر که مرا دوست دارد کلام مرا رعایت خواهد کرد و پدر من وی را دوست خواهد داشت و ما نزد وی آمده با وی مسکن خواهیم گرفت. کسی که مرا دوست ندارد سخنان مرا رعایت نمی کند و کلامی که می شنوید از آن من نیست، بلکه از آن پدر است که مرا فرستاد. این سخنان را به شما گفتم وقتی که با شما بودم. لیکن پشتیبان، یعنی روح القدس که پدر او را به اسم من خواهد فرستاد، همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد و هر چی را که به شما گفتم به یاد شما خواهد آورد. آسایشتگی را به شما باقی می گذارم. آسایشتگی خود را به شما می دهم، نه آنچنان که جهان می دهد من به شما می دهم. دل شما مضطرب نشود و هراسان نباشد. شنیدید که به شما گفتم می روم و نزد شما بر می گردم. اگر مرا دوست می داشتید شاد می شدید که گفتم نزد پدر می روم، زیرا که پدر از من بزرگتر است. و اینک پیش از وقوع به شما گفتم تا که در وقت واقع شدنش ایمان آورید. بعد از این به شما بسیار گفتگو نخواهم کرد، زیرا که میر این جهان می آید و در من وی چیزی ندارد. لیکن تا جهان بداند که من پدر را دوست می دارم، چنان که پدر به من حکم کرد عمل می کنم.